خداوند پوشاننده این جانب کفتر علی فرزند یم مولیه گزارشگر فرستاده افغانستان می باشم. در ترکیب افغانستان استانبولی، زومبه، شریف، نظیف، کثیف، بسم الله، الحمدلله، اعوذ بالله، نعوذ بالله، سیف الله و شکر الله بازی میکنه. تیم مقابل هست که بازی میکنه اسامیشون کاملا مشخصه. حالا این جانب سیف الله پاس میده به عقب، اونجا گم ببینید چه اتفاقی افتاده. بله توپ برای تیم ماست. تیم ما 101 عقب هست. یک نتیجه کاملا خوب رضایت بخشی گرفته تیم ما. این جانب کفتر علی بازیکن خوبیه، گفت یه روز سر تمرین پیاز خورده بود، گفت دهنش بو میداد، مربی انداختش بیرون. پاس میده به عقب برای نظیف، این ور برای کثیف. بازیکن خیلی کثیفی داره تیم افغانستان، محبوب ترین بازیکنشون همین است. ببین چه خنده میکنه، خنده قشنگی میکنه. گفت یه روز رفت تو بازار به یه دختر تیکه انداخت، گفت خوشگل خوشتیپ، همونجا زدن تو سرش، افتاد 3 سال از فوتبال محروم شد. بله سوت پایان مسابقه به صدا در میاد. تیم ما 101 باخت، تیم ما قهرمان شد. اونجا ما جشن پیاز برگزار میکنیم.